أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بدان از علمی صرف 13 درس گرفتیم و حالا باشد درس 14 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتابی بدان درس 14. موضوع درس امروزه ما و شما مجهول فعل جهد است. مجهول فعل جهد. درس گذشته ما و شما معلوم فعل جهد را گرفتیم، چطوری که شما در اینجا میبینید اینها را بنده حذف نکردم، حالا مجهول را ننوشتم، این را یک جا مجهول میکنیم، میبینیم که چطور مجهول کرده میشود. اولا صاحب کتاب را نگاه میکنیم که صاحب کتاب چی میگوید. صفحه 32 هر کسی که این کتاب را دارد در صفحه 32 بیان کرده می شود که مجهول فعل جهد. درس ما و شما مجهول فعل جهد. مجهول فعل جهد همچنین 14 صیغه دارد، یعنی که 14 صیغه دارد، چطوری که معلوم فعل جهد هم 14 صیغه داشت. پس صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که اگر خواهی که معلوم فعل جهد را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن. دقت بتید، میگه که اگر میخواهی که معلوم فعل جهد را مجهول کنی، ما قبل آخر را میگه فتح کن. ببین ما قبل آخر را چکار کن؟ فتح کن. اکنون کسره اش را میگیریم و حرف مضارعت را میگه ضم کن. این حرف مضارعت را حرکت چه میگیریم؟ خودش ضمه میکنیم، میشود لم یضرب لم یضرب. دقت دادید؟ ما و شما در فعل مضارع این کار کردگی بودیم. فعل مضارع معلوم بود، خواسته مجهول کنیم، گفت که ما قبل آخر را فتح کن، حرف مضارعت را ضم کن. این کار کرده بودیم. پس بیا در همین کار میکنیم. ما قبل آخر را فتح، حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر حرف ر از فتحش میکنیم و حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم. ببینید تا آخر این کار را میکنیم تا اینکه معلوم فعل جهد مجهول شود. پس این طریقی مجهول کردن است. در همون فعل مضارع چطوری که ما و شما خوانده بودیم، چطوری که ما و شما بیان کرده بودیم، ما قبل آخر را فتح، حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم. چی شده است؟ مجهول فعل جهد. خب ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را چکار میکنیم؟ ضم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت را ضم. ما قبل آخر فتح و حرف مضارعت ضم. و همچنین ما قبل آخر فتح و حرف مضارعت که فتح است ضمش میکنیم. ما قبل آخر را فتح و حرف مضارعت فتح است ضمش میکنیم. اکنون حالا شد مجهول فعل جهد. اکنون میخونیم صاحب کتاب برای ما و شما مجهول فعل جهد را چیکار میکند. مجهول فعل جهد چطوری که درس گذشته ما لم را ماندیم و تغییراتی که در آخرش میشید کامل کرده بودیم. اکنون بعد از اون تغییرات معلوم رو خواسته مجهول بکنیم، فقط ما قبل آخر را فتح، حرف مضارعت رو ضم میکنیم، در همش خلاص میشود معلوم فعل جهد مجهول میشود. اکنون چی میگه؟ میگه مجهول فعل جهد را نیز 14 مثال است. چطوری که شما میبینید 14 مثال است. خب 6 غایب را بود، 6 تا برای غایب است، 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود، یعنی که متکلم را. اون 6 که غایب را بود، اون 6 تا که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اون 3 که مذکر را بود
سه تا مذکر چی است؟ لم یضرب. ببینید لم یضرب ترجمهش زده نشد وی مرد در زمان گذشته. صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل جهت. لم یضرب زده نشد وی مرد. درس گذشته معلوم که بود میگفتیم لم یضرب نزد وی مرد. حالا چی میگیم؟ میگیم که زده نشد وی مرد. دقت دادید؟ زده نشد وی مرد. این مجهول است. یعنی که بعد مجهول ما گفتیم در فعل مضارع گفته بودیم بعد معلوم فاعل می آید، بعد مجهول نائب فاعل می آید. فاعل نیو نائب از فاعل. لم یضرب یک بار دیگه ترجمه میکنیم. زده نشد وی مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل جهت. لم یضرب زده نشدند ایشون دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول فعل جهت. اینها دو کس. لم یضربو ترجمهش زده نشدند ایشون همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل جهت. اکنون غایب با آخر رسید. غایبی مجهول فعل جهت مذکرش با آخر رسید. اکنون مؤنثش رو میگه اون سه که مؤنث رو بود سه تا مؤنث رو توضیح میدهد. میگه که لم تضرب زده نشد و زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنثی غایبه مجهول فعل جهت. ببین لم تضرب زده نشد و زن. لم تضرب زده نشدن ایشون دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل جهت. لم تضرب زده نشدن و ایها دو زن. لم یضرب نه لم یضرب نه ترجمهش زده نشدند ایشون همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث غایبات مجهول فعل جهت. اکنون شش تا غایب با آخر رسید. این توضیحاتش را در فعل مضارع دادگی بودیم، برای همین خاطر در اینجا دیگر توضیح نمیتیم که زده نشدن و ایها زنها از کجا گرفتیم. زده نشدن رو خوب از لم گرفته ایستادیم. یضرب زده شد، لم که درام زده نشد. یضرب میزند یا زده میشود. لم یضرب زده نمیشود. نمیشود را از این لم گرفتیم. اما ویها زنها و این چیزهایی که بعدش علاوه کرده ایستادیم از کجا گرفتیم؟ اینها را شما اگر از اول درس ها با دقت باشید پس میدانید. خب شش تا غایب با آخر رسید. میگذاریم به شش تا مخاطب. صاحب کتاب میگه اون شش که مخاطب را بود، شش تا برای مخاطب است، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. سه تاش برای مرد است و سه تاش برای زن. خب اون سه که مذکر را بود، اکنون سه تا مذکر را بیان میکند. میگه که لم تضرب ترجمهش زده نشدی تو مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر مخاطبی مجهول فعل جهت. زده نشدی تو مرد مخاطب. اکنون بعد از این میگه که لم تضرب ترجمهش زده نشدید شما دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل جهت. زده نشدید شما دو مرد. جمعش لم تضربو ترجمهش زده نشدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل جهت. زده نشدید شما همه مردان. این جمعی چی است؟ مخاطب هست، مردها. اکنون سه تا مرد با آخر رساندیم. میگوید اون سه که مؤنث را بود. اکنون سه تا مؤنث را صاحب کتاب برای ما و شما بیان میکند. چی میگوید؟ میگوید که ترجمه لم تضربی یکم مؤنث مخاطب. میگوید که لم تضربی ترجمهش زده نشدی تو زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنثی مخاطبه مجهول فعل جهت. ببینید لم تضربی زده نشدی تو زن، یعنی که مخاطبه در او پرومون هست. اکنون دو زن باشه در او پرومون چی میگوییم؟ لم تضربه ترجمهش زده نشدید شما دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل جهت. دو مخاطب یعنی دو زن مجهول فعل چی است؟ جهت. اکنون زنها بسیار باشه چی میگیم؟ لم تضرب نه ترجمهش زده نشدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل جهت. صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل جهت، یعنی که شما همه زنها زده نشدید.
6 تا مخاطب هم 3 مذکر و 3 مؤنث هم با آخر رسید. بعد از این میگه که آن دو که حکایت نفس را بود. اکنون دو تایی حکایت نفس یعنی دو تایی متکلم را صاحب کتاب بیدان بیان میکند. میگه که لم اضرب در کتاب لم اضرب نوشتگی هست، این خطا هست، بلکه لم اضرب چطور که در اینجا نوشتگی هستیم این را بیان کنید. معذرت میخوام، لم اضربش کردگی هستیم، اینجا لم اضرب نه اضرب، لم اضرب این مجهول چی است؟ مجهول فعل جهد است. در کتاب خطا شده است که لم اضرب، بلکه لم اضرب صحیح است. لم اضرب زده نشدم من. ببینید لم اضرب از متکلم یک کس باشد، اگر مرد و زن چی میگوید؟ میگه لم اضرب زده نشدم من مرد و یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم مجهول فعل جهد. صیغه واحد متکلم مجهول فعل جهد. خب بعد از این آخرین صیغه مجهول فعل جهد چی است؟ لم نضرب. لم نضرب ترجمهش زده نشده ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته صیغه متکلم مع الغیر مجهول فعل جهد. ببینید صیغه متکلم مع الغیر یعنی که 2 نفر یا زیاده از 2 نفر گپ زننده ها باشند. پس میگن لم نضرب زده نشده ما همه مردان و یا همه زنان. خب این بود ترجمه مجهول فعل جهد. با همین مجهول فعل جهد به آخر رسید که بعدش طریقه صرفش است، چطوری که هر درس ما و شما اینها را بیان میکنیم. یعنی که اینها را اگر ما یک جا میخواهیم بگوییم پس چی طور میگوییم؟ یک جا اینها را صرفش چنین است که لم یضرب، لم یضرب، لم یضربو، لم تضرب، لم تضرب، لم یضرب، نه لم تضرب، لم تضرب، لم تضربو، لم تضربی، لم تضرب، لم تضرب، نه لم اضرب، لم نضرب. خب این شد 14 صیغه مجهول فعل جهد. اگر قتل یقتلو را مجهول فعل جهدش کنیم میشود لم یقتل. پس میگوییم 14 صیغه اش رو میگوییم که لم یقتل، لم یقتلا، لم یقتلو، لم تقتل، لم تقتلا، لم یقتلن، لم تقتل، لم تقتلا، لم تقتلو، لم تقتلی، لم تقتلا، لم تقتلن، لم اقتل، لم نقتل. مثلا که باب 19 را دحرجه یدحرجو را اگر مجهول فعل جهدش بکنیم میشود که لم یدحرج. پس 14 صیغه‌اش رو با چنین میگوییم که لم یدحرج، لم یدحرج، لم یدحرجو، لم تدحرج، لم تدحرج، لم یدحرجن، لم تدحرج، لم تدحرج، لم تدحرجو، لم تدحرجی، لم تدحرج، لم یدحرجن، لم تدحرجن، لم ادحرج، لم ندحرج. 14 صیغه‌اش. آخرین صیغه هایی که بیان میکنیم این باب 15 استخرج یستخرجو مجهول فعل جهدش پس میشود که لم یستخرج. پس 14 صیغه‌اش رو چنین بیان میکنیم که لم یستخرج، لم یستخرج، لم یستخرجو، لم تستخرج، لم تستخرج، لم یستخرجن، لم تستخرج، لم تستخرج، لم تستخرجو، لم تستخرجی، لم تستخرج، لم تستخرجن، لم استخرج، لم نستخرج. پس این هست 14 صیغه مجهول فعل جهد، چطوری که از چند بابها برای شما بیان کردیم. و درس امروزه ما و شما در اینجا به پایان میرسد که مجهول فعل جهد. اکنون مجهول فعل جهد به پایان رسید. درس آینده فعلی نفی را ما و شما شروع میکنیم. ششمین چیزی که عرب از مصدر اشتقاقش میکند اون چی است؟ اون نفی هست. یعنی که مشتقات یکمش فعل ماضی بود گرفتیم، دویمش فعل مضارع بود گرفتیم، اسم فاعل رو گرفتیم، اسم مفعول رو گرفتیم. جهد را امروز درس 14 به پایان رسانیدیم. درس 15 ما و شما از نفی شروع میکنیم که باز نفی چی است و چی تغییرات و چی علاوه ها و چی کارها میکنیم. درس آینده به مثل این ان شاء الله فعل نفی را خواهید دید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.